بیا بخند به خورشید دلهامون، دنیا زیباست با عشق و رویاهامون. سلام به همه دوستان عزیز. خیلی خوشحالم که اینجا با شما هستم. امروز میخوام شما رو با کانالمون آشنا کنم. جایی که قرار با هم به سمت رشد و بهبود فردی حرکت کنیم. اگه اولین بار هست که به اینجا سر میزنید و به عنوان اولین ویدیو دارید این رو میبینید، بهتون خیلی خوش آمد میگم و امیدوارم اینجا رو به عنوان جای همیشگی برای یادگیری و رشد انتخاب کنید. خب بذارید اول کانالمون رو معرفی کنم. ما یادا هستیم و این کانال رو با یک هدف اصلی راه اندازی کردیم: کمک به شما در مسیر رشد فردی و برنامه‌ریزی مؤثر برای رسیدن به اهدافتون. همه ما توی زندگیمون با چالش‌های مواجه هستیم، از مدیریت زمان گرفته تا پیدا کردن انگیزه برای ادامه دادن. این کانال دقیقاً همون جاییه که قرار درباره این مسائل صحبت کنیم و راه حل‌های کاربردی برای بهتر شدن ارائه بدیم. توی این ویدیو میخوام شما رو با برنامه‌های آینده کانال آشنا کنم و بهتون بگم که قراره چه نوع محتواهایی رو اینجا ببینید. پس با من همراه باشید تا با هم مسیر جدیدی رو شروع کنیم. احتمالاً این سوال برای خیلیاتون پیش اومده که اصلاً چرا باید به توسعه فردی اهمیت بدیم؟ چرا اینقدر درباره رشد شخصی و حرفه‌ای صحبت می‌کنیم؟ بذارید براتون توضیح بدم. زندگی مدرن و پرمشغله‌ای که همه ما تجربه می‌کنیم پر از وظایف و چالش‌های مختلفه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما بعضی وقتها توی این دنیای پرسرعت فراموش می‌کنیم که چطور می‌تونیم از تمام ظرفیت‌های خودمون استفاده کنیم. توسعه فردی دقیقاً همون نقطه‌ایه که به ما کمک می‌کنه تا بتونیم توانایی‌هامون رو بهتر بشناسیم و ازشون به درستی استفاده کنیم. توسعه فردی فقط در مورد یادگیری مهارت‌های خاص مثل مدیریت زمان یا برنامه‌ریزی نیست، بلکه به معنای بهبود کل نگاهمون به زندگیه. شما وقتی روی خودتون کار میکنید یاد میگیرید که چطور بهتر تصمیم بگیرید، چطور به چالش‌ها نگاه کنید و مهمتر از همه چطور با مشکلات روبرو بشید بدون اینکه تسلیم بشید. یه مثال ساده بزنم. فرض کنید شما در حال تلاش برای یادگیری یه مهارت جدید هستید، اما همیشه به دلایل مختلف مثل نداشتن وقت یا انگیزه عقب میافتید. توسعه فردی به شما یاد میده که چطور این موانع رو شناسایی کنید و با استفاده از روش‌های عملی مثل تعیین هدف‌های کوچکتر و قابل دسترس به هدفتون نزدیکتر بشید. توی این کانال ما به شما نشون میدیم که چطور میتونید هر روزتون رو مؤثرتر کنید، چطور میتونید عادات مثبت بسازید و از عادات منفی خلاص بشید. توسعه فردی مثل یک سفر بی‌پایانه که هر مرحله شما رو به نسخه بهتری از خودتون نزدیکتر میکنه و مطمئن باشید که این سفر ارزشش رو داره. Really? Really? خب حالا که فهمیدیم چرا توسعه فردی اینقدر مهمه، بذارید یه نگاهی بندازیم به برنامه‌های آینده این کانال. ما دوست داریم در اینجا به شما محتواهایی ارائه بدیم که واقعاً بتونه به بهبود زندگیتون کمک کنه. مثلا یکی از موضوعاتی که بهش توجه ویژه‌ای داریم مدیریت زمان هست. هممون میدونیم که زمان یکی از با ارزش‌ترین دارایی‌های ماست و اگه نتونیم اونو درست مدیریت کنیم خیلی از فرصت‌ها رو از دست میدیم. به همین دلیل توی این کانال قراره یه سری ویدیوهای اختصاصی داشته باشیم درباره اینکه چطور میتونیم زمانمون رو بهتر مدیریت کنیم. از روش‌های ساده روزمره مثل استفاده از تقویم‌ها و لیست‌ها تا استراتژی‌های پیشرفته مثل تکنیک پومودورو همه رو با هم بررسی می‌کنیم. یه سری دیگه از ویدیوهایی که قراره داشته باشیم چالش‌های ماهانه هست. چالش‌های ماهانه یعنی هر ماه یه مهارت یا عادت خاص رو انتخاب می‌کنیم و سعی می‌کنیم با هم توی طول ماه روش کار کنیم.
مثلا چالش این ماه ممکنه بهبود تمرکز باشه. توی این چالش یاد میگیریم چطور با تکنیک‌های مختلف تمرکز خودمون رو بالا ببریم و از حواس پرتی ها جلوگیری کنیم. شما هم میتونید توی این چالش ها شرکت کنید و نتایجتون رو با ما و بقیه به اشتراک بذارید. فارغ از این موضوعات خیلی تکرار شده، راجع به خیلی از موضوعات مهم دیگه‌ای مثل مدیریت استرس، ایجاد عادت‌های مثبت و حتی تکنیک‌های موفقیت در کار و زندگی صحبت می‌کنیم. کتاب‌ها، فیلم‌ها و پادکست‌های خیلی مفید رو با هم بررسی می‌کنیم و راجع به هر چیزی که شما دوست دارید به واسطه اون خودتون رو ارتقا بدید بحث می‌کنیم و محتوا می‌سازیم. بنابراین مطمئن باشید که محتواهای ما خیلی متنوع و جذاب خواهند بود. یکی از اهداف اصلی این کانال اینه که با شما در ارتباط باشیم. برای ما خیلی مهمه که بدونیم شما دوست دارید درباره چه موضوعاتی بیشتر صحبت کنیم. مثلا آیا دنبال راهکارهایی برای افزایش انگیزه هستین یا دوست دارید بیشتر درباره تکنیک‌های بهبود ارتباطات صحبت کنیم؟ شما هر نظر یا پیشنهادی که دارید همینجا برامون بنویسید. ما با دقت همه نظرات رو میخونیم و سعی میکنیم به درخواست‌ها و نیازهای شما پاسخ بدیم. یکی از چیزهایی که این کانال رو متفاوت میکنه اینه که محتوایی که میسازیم دقیقاً متناسب با نیازها و دغدغه‌های شما خواهد بود. در ضمن میتونید از همین حالا توی بخش کامنت ها به ما بگید که دوست دارید اولین چالش ماهانه ما در مورد چی باشه. مدیریت زمان، تمرین تمرکز یا هر ایده دیگه‌ای که به ذهنتون میرسه. نظر شما برای ما خیلی ارزشمنده و ما همیشه مشتاقیم که با شما در این مسیر همراهی کنیم. اگر هنوز عضو کانال نشدید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اینطوری مطمئن میشید که هیچ ویدیوی جدیدی رو از دست نمیدید. ما قراره به طور مرتب ویدیوهای جدید و کاربردی منتشر کنیم و مطمئنم که این کانال میتونه به شما کمک کنه تا بهترین نسخه خودتون رو بسازید. از تکنیک‌های ساده و مؤثر برای مدیریت زمان گرفته تا راهکارهای پیچیده‌تر برای رسیدن به اهداف شخصی و حرفه‌ای، همه رو اینجا با هم بررسی می‌کنیم. مطمئنم که همراه بودن با این کانال میتونه تغییرات مثبت بزرگی رو توی زندگیتون ایجاد کنه. خب دوستان عزیز، ممنونم که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودین. ما خیلی مشتاقیم که این سفر رو با هم شروع کنیم و مطمئنم که با هم میتونیم به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنیم. فراموش نکنید که هر روز یه فرصت جدید برای بهتر شدن و این کانال جاییه که میتونید از این فرصت‌ها به بهترین شکل استفاده کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و همیشه به یاد داشته باشید که رشد هیچ وقت متوقف نمیشه. فقط کافیه اراده کنید و قدم به قدم به جلو حرکت کنید. یادتون میاره.